ضمن سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز این برنامه، نازگل حکمی هستم، کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی. افتخار اینو دارم که در برنامه سیمای زندگی با شما همراه باشم تا یک تعدادی از گیاهان دارویی رو با هم دیگه بشناسیم. گیاهی که تو این قسمت از برنامه میخوام بهتون معرفی بکنم گیاه دارویی عناب هستش. گیاه دارویی عناب در واقع یه مزه شیرین، بو و خوبی داره. میوه های عناب در واقع در فصل پاییز میرسن و زمان برداشت این میوه ها فصل پاییز هستش. این میوه ها چون مقداری شبیه خرما هستن بهشون خرمای چینی هم گفته میشه. قسمت های مختلفی از ایران که در واقع این درخت داخلشون کشت میشه شامل خراسان، گلستان، قم، یزد، اصفهان و غیره هستن. از مواد مؤثره عناب اگه بهتون بخوام بگم، عناب دارای ماده مؤثره موسیلاژ یا لعاب، ترکیبات قندی، ترکیبات پروتئینی و ویتامین C هستش. عناب تازه در واقع خاصیت ملینی داره به دلیل موسیلاژش، علاوه بر این به خاطر لعابی که میده در واقع نرم کننده گلو هستش، برای خاصیت ضد سرفه‌ای ازش استفاده میشه. علاوه بر این میتونه بهبود دهنده التهاب گلو باشه، مثل زخم‌های گلویی. علاوه بر این عناب کاهنده قند خون و فشار خون هم هست. یک نکته بسیار جذابی من بخوام راجع به میوه عناب بهتون راجع به درخت دارویی عناب در واقع بهتون بگم اینه که اگر برگ‌های عناب رو یه مدتی داخل دهانتون بجوید، حس چشاییتون به صورت موقت از بین میره. بنابراین این یک خاصیتیه که ما میتونیم برای خوردن داروهای تهوع‌آور یا بدمزه ازش استفاده بکنیم. امیدوارم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید. تا یه برنامه دیگه و یه معرفی گیاه دارویی دیگه، خدا نگهدار.